یک جوان گمانبر به دزدی بعد دستگیر شدن از سوی ماموران میلیسا فاف دیده است. نزدیکانش تا به حال در این مورد چیزی نگفتند، اما مسئولان وزارت کارهای داخلی روز 10 اپریل خبر دادند که مهردین گدوزاده خود را از آشیانه سوم پرتافت و به هلاکت رسید. تصدیق درستی اطلاع از منابع مستقل فعلا امکان ندارد. در گذشته چندین حادثه به این مانند رخ داده پیوندان فاف دیده ها دلیل مقامات را زیر شبهه برده بودند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه گفتند گمانبر شونده گدوزاده مهردین فیض‌الله هنگام دسترس نمودن به آشیانه سوم بینای شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت با مقصد گریختن از جوابگری جنایی از تریزه اتاق کاری یک باره خودش را به زمین پرتافته جراحت‌های جسمانی برداشت. از جانب کارمندان میلیسیا فوراً به بیمارخانه رسانیده می شود، ولی نام برده در بیمارخانه به هلاکت می رسد. به اطلاع رسمی مهردین گدوزاده 31 ساله از دهه کبیرآباد جماعت عبدالواسطوی شهر وحدت به 12 مورد دزدی گمانبر بوده اموال مذکور دریافت و مصادره شد. تفصیلات از این بیشتر دسترس نیست. مقامات گفتند سنجش حادثه ادامه دارد. نظر پیوندان مهردین گدوزاده در این زمینه به دست رادیو آزادی نرسیده است و روشن نیست تا کجا با خلاصه مقامات راضی‌اند. در گذشته نیز چند گمانبر پس از بازداشت از سوی ماموران میلیسا و آژانسی مبارزه با قاچاق مواد مخدر جان باخته بودند. نزدیکان آنها از شکنجه گفتند، ولی مقامات از سکته دل و معتادی.